چندی پیش من یک کتابم رو با نام ای عشق نجاتم ده و یک مصفحه همسالم توفه کردم و در مذمت قرار گرفتم. آنچنان با کراهت با یک دهشت در این سن و سال از عشق گفتن و نوشتن عیب است. گفت که من حقیقتا در اندیشه عمیق ماندم. نخود اطرافیان ما عشق رو تنها فسق و فجور تصور کنند یا رسیدن به آرزوهای تنها وحشانی. عشق سرچشمه همه سازندگی ها باید باشد. شما چی اندیشه دارید بیننده عزیز؟ و من گمان میکنم که افسوس آن کسانی که دور از عشق زندگی به سر بردند و ندانستند که زندگی اصلا چیست. زندگی خود محبت است که او همه مشکلات را حل میکند، همه دهشت ها را پشت سر میماند، کوه ها را به همواری، دریاها را به گذرگاه و بیابان ها را به گلستان تبدیل میدهد و سرچشمه اصلی سازندگی ها چطوری که استاد روانشاد لایق میفرمایند گریه‌کشای همه مشکلات عالم است. محبت مصدر رشد و کمال است، راه پیمان نه راه قیل و قال است. اگر در عشق بندی دل نسوزد گشاد بندی مشکل ها محال است. و افسوس آنهایی که به محبت، به عشق، به سازندگی های پر از گرمی و روشنی عمر به سر میبرند. برای همین بیایید همراه به کارخانه عشقزا، محبت آفر و روشنی ساز و گرمی آوری کشور به راغون وارد شویم و با عشق راغونانه کار و پیکار کرده برای خود، برای پسابندان و برای آینده های دور هم یک سرچشمه پر از مهر و محبت پیشنهاد سازیم. چون که زندگی ما را محض رنگین، گرمی و روشنی و محبت می سازد که آن را کارخانه های چون راغون پیشنهاد می کند. برای همین زندگی ما باید، حیات ما عاشقانه و راغونانه باشد.